درود و مهر به شما که شبها رو با واژه روشن می‌کنید و روزها رو با حضور گرم و صمیمیتون سبز می‌کنید. حالتون غریق عشق و شادی روحای زیبا. امشب وقتشه با هم در بی صدایی واژه‌ها گم بشیم و در سکوت کلمات صدای دل رو بشنویم. خیلی خوش اومدین به پارت دوم و ادامه این کتاب زیبا. شکر حضورتون و سپاسگزار بودنتونم. به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین و با هم شروع میکنیم ادامه این کتاب زیبا رو. اما خنده‌اش آنطور به نظر آمده بود، تمسخرآمیز. اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده، چون پیش از این 10 بار، شاید هم 100 بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود، اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود. اما امروز انگار نه با دخترش، بلکه با دشمنی بسیار موذی و آبزیرکاه دعوا می‌کرد. جنت انگار دلخور شده بود. مادر، چرا میخندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشده ای؟ بس است دیگر، حوصله‌ام را سر بردی. بیدار شو عزیز من، خواهش میکنم چشمهایت را باز کن و بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشد. اینقدر لحظه ای انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش میگشت اطرافش را نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد اینقدر رمانتیک. جنت با ناراحتی پرسید خب مگر رمانتیک بودن چه عیبی دارد؟ راستی رمانتیک بودن چه عیبی دارد؟ الا به فکر فرو رفت. قبلا اینطور نبود. قبلا برای اینکه بتواند از شوهر خودش انتقاد کند که چرا به اندازه کافی رمانتیک نیست، هوای این کلمه را داشت. خب از کی تا حالا از آدم‌های رمانتیک خوشش نمی آمد؟ جواب این سوال را پیدا نکرد. باز هم با همان روش سفت و سخت و دستوری به حرفهایش ادامه داد. عزیزم، در چه دور و زمانه زندگی می‌کنیم؟ این را توی کلت فرو کن که زنها با مردی که دوستش دارن ازدواج نمی‌کنن. زن وقتی دید کارت به استخوان رسیده و لازم است برای آیندهش یکی را انتخاب بکند، آن وقت می‌گردد و مردی را پیدا می‌کند که حدس می‌زند پدر خوب و شوهری خوب از آب درآید و می‌شود بهش تکیه کرد. فهمیدی؟ وگرنه عشق حس خوشایندی است که امروز هست و فردا نیست. الا جمله‌اش را تازه تمام کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد. دیوید دستهایش را روی سینه قفل کرده بود و بی آنکه تکانی بخورد یا حتی نفس بکشد با چشمانی ثابت داشت نگاهش میکرد. پیش از این اصلا ندیده بود که اینطوری نگاه کند. درون الا انگار چیزی سوخت. ناگهان جنت گفت من میدانم درد تو چیست مادر. تو به خوشبختی من حسودیت می شود. نمی توانی ببینی که جوان هستم. می خواهی من هم عین تو بشوم. خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. الا انگار سنگ بزرگی وسط معده‌اش گذاشته باشند همانطور ماند. پس دخترش او را اینطوری می دیده؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده؟ همینطور است؟ زنی معمولی که نیمی از راه را پیموده و زندانی زندگی زناشویی شده که رو به ویرانی است. پس تصویرش اینطوری بوده. شوهرش هم اینطوری میدیدش. دوستهایش چطور؟ همسایه‌هایش؟ در یک لحظه نگرانی به جانش افتاد. با خودش گفت نکند همه اطرافیانش در خفا دلشان به حال او میسوزد. و این فکر موذیانه چنان درونش را سوزاند که نفسش بند آمد و نتوانست حرفی بزند. دیوید رو به دخترش کرد و گفت زود از مادرت عذرخواهی بکن. ابروها را در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود، اما این ادا و اطوارش نه طبیعی بود نه باورپذیر. الا با نگاهی یخزده گفت عیبی ندارد، منتظر عذرخواهی نیستم. جنت نگاهی ناباورانه به مادرش انداخت. بعد با سرعت با خشم دستمال سفره‌ای را که جلوش بود پرت کرد. صندلی را به عقب هل داد. از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه دوید بیرون. هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که اورلی و ایوی هم پشت سر هم از جایشان بلند شدند و پاورچین بیرون رفتند. یا به شکلی غیر منتظره می‌خواستند از خواهر بزرگشان حمایت کنند
یا اینکه از صحبت‌های سرد و بیروح بزرگترها خسته شده بودند. پشت سر آنها عمه استر هم پا شد. همانطور که داشت آخرین قرص معده‌اش را چرق و چروق می جوید، بهانه الکی آورد و زد بیرون. اینطوری پشت میز فقط دیوید و الا ماندند. توی هوا انگار غم و غصه موج میزد. خلأ میان زن و شوهر آنقدر غلیظ بود که میشد با دست گرفتش و هر دوشان خیلی خوب میدانستند که مسئله نه جنت است و نه دیگر بچه هایشان، مسئله خودشان بودند. زندگی زناشوییشان که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود. دیوید چنگالی را که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشد شروع کرد به بازی کردن و چرخاندنش. یعنی از حرفهایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشته ای ازدواج نکرده ای؟ نه عزیزم، البته که منظورم این نبود. دیوید که هنوز داشت با چنگال حرف میزد پرسید پس منظورت چی بود؟ من که موقع ازدواج گمان میکردم عاشقم هستی. الا گفت عاشق بودم، اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اضافه نکند آن وقتها عاشق بودم. خیلی خوب، آن وقت از کی عاشق بودن را ول کردی؟ الا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد، مثل آدم‌هایی که توی عمرشان عکس خودشان را توی آینه ندیدند و یک دفعه آینه را جلوی صورتشان میگیری و آنها از حیرت خشکشان میزند. او هم انگار که با واقعیتی غیر منتظره رو در رو شده باشد ماتش برد. راستی چند وقت از شوهرش را دوست ندارد؟ کدام آستانه، کدام نقطه عطف، کدام میلاد؟ انگار میخواست چیزی بگوید، کلمه پیدا نکرد، خشکش زد. در اصل زن و شوهر داشتن کاری را میکردند که در آن حرفه‌ای شده بودند. خود را به نفهمیدن زدند. روزها در نوعی بی خیالی میگذشت، نوعی چشم پوشی از همه چیز. زمان در آن بستر آشنا و محتومش سوار بر روزمرگی ها سرد و بیروح، کاهلانه و علسویه جریان داشت. الا یک دفعه زد زیر گریه، نتوانست جلوی خودش را بگیرد. دیوید بی حوصله رویش را برگرداند. با خودش می گفت زنها اشکشان دم مشکشان است. به خصوص نفرت داشت از اینکه زن خودش را در حال گریه ببیند. برای همین الا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمی کرد. اما اتفاقهای آن روز همه به نوعی غیرعادی بودند. به هر حال درست در همان لحظه تلفن زنگ زد و هر دوشان را از شر آن لحظه های زجرآور نجات داد. دیوید گوشی تلفن را برداشت. الو؟ بله، خودشم همینجاست. لطفاً 1 دقیقه صبر کنید. الا گوشی را که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش را جمع و جور کرد و تا آنجا که می توانست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن را بدهد. الو، بفرمایید. صدای زن جوانی از پشت گوشی آمد. سلام الا، منم میشله، از دفتر انتشاراتی زنگ میزنم. کارها چطور پیش میرود؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رمانی را که داده بودیم شروع کرده یا نه. البته ویراستارمان هم پرسیده بود. خلاصه برای همین زنگ زدم. این استیو ما تو این زمینه ها خیلی دقیق و وسواسی است. گفتم خبر داشته باشی. الا گفت آها، خوب کاری کردی زنگ زدی. اما از درون آهی بی صدا کشید. اولین وظیفه‌ای که در این انتشاراتی مشهور به او که دستیار ویراستار بود محول کرده بودند خواندن رمان نویسنده ناشناس بود. اول باید کتاب را می‌خواند و بعد گزارشی مفصل درباره‌اش می‌نوشت. الا دروغی پراند. به استیو بگو اصلا نگران نباشد، کار را شروع کردم.
قصد نداشت در اولین کارش با دختری مثل میشل سر و کله بزند که فکر و ذکری جز کارش نداشت. نه بابا، راست میگویی؟ خب رمانش چطور بود؟ الا به تته پته افتاد. لحظه ای نفهمید چه بایست بگوید. آخر در مورد متنی که دستش بود هیچ چیز نمیدانست. تنها چیزی که میدانست این بود که رمانی تاریخی عرفانی است. این را هم میدانست که موضوعش درباره مولوی، شاعر مشهور و دوست صوفیش شمس تبریزی است. همینو بس. برای اینکه قضیه را به شوخی برگزار کند و موضوع را درس بگیرد گفت یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانی است. اما میشله کسی نبود که از شوخی سر در بیاورد. خیلی جدی گفت ببین، به نظرم بهتر است برای این کار برنامه ریزی بکنیم. آماده کردن گزارش همچون رمان سنگینی ممکن است از آنچه فکرش را می‌کنی بیشتر طول بکشد. این را گفت و صدایش در تلفن محو شد. صدای میشله لحظه‌ای رفت و آمد و رفت. در این میان الا سعی کرد توی ذهنش مجسم کند زن جوان آن طرف خط در آن لحظه چه کارها دارد می‌کند. خوب امکان داشت از یک طرف به کسانی دستورهایی بدهد و از طرف دیگر به نوشته‌ای انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان مؤسسه در نیویورک چاپ شده نگاهی بیندازد. همانطور که دارد گزارش‌های فروش را بررسی می‌کند با مانیتور ور برود تا ببیند ایمیل جدیدی آمده یا نه. یا وقتی تون ساندویچ تون می‌خورد لقمه توی دهانش را با قهوه سرد نرم کند. حتما در این اثنا داشت ماهرانه 5-6 کار را یک جا انجام میداد. میشله 1 دقیقه بعد که دوباره صدایش شنیده شد پرسید الا، آنجایی مگر نه؟ بله، هنوز اینجام. آها ببخشید، اینجا آنقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوانه میشوم. مجبورم قطع بکنم. اما یادت باشد برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بگذار ببینم. امروز 17 مه است. یعنی گزارش حد اکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسد. همینطور است مگر نه؟ الا تا آنجا که میتوانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت نگران نباش، سر موقع تحویل میدهم. اما چیزی که احساسات واقعی الا را لو میداد کلمه هایی نبود که به کار میبرد، سکوت ها و وقفه های میان حرف هایش بود. راستش حتی مطمئن نبود که دلش میخواهد رمانی را که به او داده‌اند بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده، نویسنده‌ای ناشناس بودن به نظرش مثل بازی هیجان انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسنده‌اش نقشی هر چند کوچک بازی می‌کرد. اما الان احساسش فرق کرده بود. درست نمی‌دانست که می‌خواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت. تصوف، عرفان، زمانش را بگو، قرن 13، 700-800 سال پیش. مکانش را هم که اصلا نگو، آن ور دنیا، آسیای صغیر. او که اصلا نمیتوانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند. چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخواند؟ چطور میتوانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که هیچ چیز درباره‌اش نمیدانست؟ در این میان میشله حس کرده بود الا دودل است. برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله‌ای پیش آمده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد الا، میتوانی به من اعتماد کنی. اگر چیزی هست که نمیتوانی هضمش کنی بهتر است که توی این مرحله بدانم. باید اعتراف کنم این روزها حواسم زیاد سر جایش نیست.
به نظرم میرسد که نمیتوانم ذهنم را روی رمانی تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشود. زندگانی مولوی برایم جالب است، اما توی این قبیل موضوعها آنقدر ناشیم که نگو و نپرس. یعنی با خودم میگویم بهتر نیست رمان دیگری برای خواندن بگیرم، رمانی که بتوانم راحت‌تر با آن ارتباط برقرار کنم. میشله گفت لااقل تو یکی این حرف رو نزن. این چه برخورد غیر سازنده است. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه را میکنن. تو فکر میکنی آدم رمانی را که با موضوعش آشناست راحت‌تر میخواند؟ همچو قاعده‌ای وجود ندارد. مگر اینطوری میشود ویراستاری کرد؟ نکند منظورت این است که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی میکنیم فقط باید رمان‌هایی را برای چاپ آماده بکنیم که داستانشان در این زمان و در این حوالی میگذرد. الا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که همچین منظوری نداشتم. و همین که حالت دفاعی گرفت متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شده از خودش دفاع کند. از بالای شانه‌اش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت. یعنی او هم اینطور فکر میکرد؟ اما حالت چهره دیوید مثل دری قفل و مهر و موم شده بود، چنان رازآلود که نتوانست بگشایدش. والا بیشتر وقتها مجبور میشویم کتابهایی را بخوانیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمان ندارند. کار ما اینطوریست، بهت گفته باشم. ببین مثلا این هفته کتاب زنی ایرانی را برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش را نوشته بود. پس باید چه کار میکردم؟ یعنی باید میگفتم چون این زن ایرانی است کتابش را بردارد ببرد پیش ویراستاری ایرانی؟ الا منمن کنان انگار که موقع دزدی مچش را گرفته باشند با حالتی درمانده گفت نه، البته که نه، این را نمیخواستم بگویم. علاوه بر اینها مگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پل میزند؟ مگر ادبیات آدم‌ها رو به هم پیوند نمیزند؟ البته همین طور است. تو رو به خدا حرفهایم را فراموش کن. گزارش پیش از موعد روی میزت خواهد بود. در آن لحظه از میشله متنفر شد که مثل موجودی دست و پا چلفتی با او رفتار کرده بود. اما در اصل از خودش متنفر شد، چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود اینطور مثل عقل کلها با او حرف بزند. میشله گفت آها، باریکلا، همینطور با عزمی جزم ادامه بده. سوء تفاهم نشود، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود دارد که نباید فراموش کنیم. در این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفر هستن که میخواهند جای تو باشند و این کار را بگیرن. بیشترشان هم نصف سن و سال تو را دارن. این گوشه ذهنت بماند. آن وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چطور به سراغت می آید. الا سرانجام تلفن را قطع کرد. با شوهرش چشم در چشم شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر می آمد. معلوم بود منتظر است صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهند. اما الا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همان اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را می‌خوردند این نبود. چند دقیقه بعد الا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی نانویی‌اش نشسته بود. غروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورثمپتون نزدیک می شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش. بعد از این همه سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا می خواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت‌های کارت اعتباریش، نه سوء تغذیه و رژیم‌های غذایی افراطی اورلی، نه درس نخواندن ایوی، نه عمه استر و آن کیک‌های مزخرف موزاییکی‌اش، نه از پا افتادن سایه، نه برنامه‌های غیر منتظره جنت برای شوهر کردن،
نه سالها خیانت شوهرش به او. تک تک مسائلی را که معمولاً ذهنش را درگیر می کردن از پس گردنشان گرفت، توی قوطی‌های کوچولو گذاشت و به در هر کدامشان یک قفل زد. الا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات RBT به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود: ملت عشق. به الا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمی‌داند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است. اسمش عین ز زاهاراست. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست نوشته رمانش را که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده. یک کارت پستال هم کنارش سنجاق کرده. روی کارت پستال عکس مزرعه های گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی زرد و کبودش چشم را خیره می کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود: ویراستار محترم، این سطور را از آمستردام برایتان میفرستم، اما داستانی که پیوست کردم در آناتولی میگذرد، در قونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست، جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایه‌اش دوستی بی‌مثال جلال الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام، با شمس تبریزی، درویش قلندری است. با این آرزو ملت عشق را به نشانی مؤسسه‌تان میفرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد. با احترام، عزیز ز زاهارا. الا حد زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده باشد، اما استیو سرش خیلی شلوغ بود، نمی توانست وقتش را صرف مطالعه رمان نویسنده تازه کار بکند. برای همین لابد بسته‌ای را که رسیده بود به دستیارش میشله داده. میشله حریص هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است، رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر سر روی دست الا مانده بود. دیگر وظیفه او بود که کتاب را بخواند و درباره‌اش گزارشی مفصل بنویسد. الا از کجا می توانست بفهمد که این رمانی سردستی نیست؟ از کجا می توانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگیش را عوض می کند؟ از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته می شود؟ صفحه اول را باز کرد. در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. عین ز زاهارا. آن وقتهایی که دنیا را نمی گردد با کتابهایش، دوستانش، گربه هایش و لاک‌پشت هایش در آمستردام زندگی می کند. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمان اوست. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد، این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد قلمی کرده است. خب نورهای من، امیدوارم که از ثانیه به ثانیه شنیدن این کتاب زیبا لذت برده باشید و عشق کرده باشید. سپاسگزارم که تا انتهای ویدیو با من بودین. شکر حضورتون. ممنونم که این واژه ها رو با من نفس کشیدی همسفر. تو اگه نبودی این قصه ها بی جان بودن. بر مدار واژه ها جایی است که هر حرف ستاره است در شب بی پایان دل و هر صدا نجوایی است از جان.
تا دیدار بعد شب را به واژه بسپارید و دلتان را به آرامش معنا. با عشق، بدرود.